صد بار مگه نگفتم میخوای زمینو بشوری اول با مایع بشور؟ با مایع شستم، خیس بوده روش راه رفتن لک افتاده، دوباره میزنم. دوباره میزنی؟ منم دوباره 500 تومن جریمت میکنم تا یاد بگیری وقتی میگن تی بزنی درست تی بزنی، یه لکم رو زمین نمونه. سری بعدی ببینم میدم همین زمینو با زبونت لیس بزنی ها. فهمیدی؟ مرد حساب این چه طرز حرف زدنه؟ بله؟ میگم این چه طرز حرف زدنه؟ همینه دیگه، به کارگر جماعت که رو بدی پر رو میشه. برو وسایلتو جمع کن، گم شو بیرون. فکر کردی کی هستی اینجوری صحبت میکنی با من؟ فکر کردی کی تو؟ چه سگی هستی؟ چه سگی هستی به من دستور میدی؟ کارت با خط بزن. چون بابات داشته بابای من نداشته باید بشینم زیر پات تمیز کنم، هرچی بگی میگم چش. پول منو بده میخوام تصفیه کنم برم اصلا. اینو تو گوشت فرو کن، من بردت نیستم اینجوری با من حرف بزنی، فهمیدی یا نه؟ خیلی خوب خیلی خوب. من آدمت نیستم چون دهنتو واکنی هرچی از سوش در میاد پرت کنی سمتم، فهمیدی یا نه؟ فکر کردی دستم زیر ساتور دیره چی بهت نمیگم، تیکه تیکت میکنم، آتیشت میزنم. بی ای سی همه درس خونم، 2 سال رفتم خدمت که بیام توی دوزاری بزنی تو سرم هیچی نگم. با پول بابات مغازه زدی، فکر کردی میتونی زور بگیری به من؟ اصلا من اینجا چیکار میکنم؟ 5 سال دختر مردم الله فهمونه مثل سگ دارم جون میکنم که توی مفخال بشینی هر شب با رفیقات مست کنی، بعد بیا خرج اشغالات عجیب من در میاری. 10 تا خونه داری نمیدونی تو کدوم بشینی، بعد من بدبخت باید دو شیفت کار کنم، از این اون حرف بخورم، بازم سر ما اجاره خونمو نمیتونم بدم. فکر کردی بی کس و کارم هیچ کیو ندارم باید بشینم اینجا ازت حرف بخورم؟ نه از این خبرا نیست، همینجا مغازه تو رو سرت خراب میکنم. چش ببخشید الان میرم تمیزیش. یالا زودتر.